یه فرقه شیطانی با یه طلسم قدیمی هالک رو بیدار کردن که نباید هیچ وقت آزاد میشد. تا آخر ویدیو بمون چون اتفاقی میفته که حتی طرفدار قدیمی مارول هم انتظارشو ندارم. تو همون دختره ای نه؟ اسم من چارلیه. تو بنر نیستی؟ آره؟ تو همون هالک شگفت انگیزی درسته؟ پاشو برو خونه بچه جون. یالا بابا میخوام ببینم چی میشه. منم نمیخوام جنازت رو جمع کنم. برو خونه بی خیال هالک شو. با هالک طوری حرف میزنی انگار یکی دیگه است. دیوونه شدی دختر؟ من دارم سعی میکنم اون لعنتی رو از مرگ نجات بدم. سلام پیرمرد. چی شده که سر و کلت این دور و ورا پیدا شده؟ دارم برمیگردم خونه رد کریک لعنتی. میرم دیدن خواهر سیدی و برادر دیپ. برادر دیپ ما رو صدا زده که برگردیم خونه. اون قضیه مرده رو میگم. اینجور چیزا زیاد اطرافت پیش میاد یا چی؟ تا جایی که من دیدم هیولاها یه جورایی همیشه همو پیدا میکنن. تو اینجا چی کار میکنی بچه؟ اون آرم کاپیتان آمریکا رو فقط واسه خوشگلی زدی یا دلت میخواد یه چیزی بشی؟ یه کاپیتان آمریکا چی ممکنه از هالک بخواد آخه؟ بعضی وقتا قهرمونا به یه همراه نیاز دارن. بعدشون همراهشون هم یه روزی خودش قهرمان میشه. وای خدا بچه، نکنه اومدی تست ورود به اونجرز بدی. انگار اصلا نمیشنوی چی میگم. برو خونه، اینجا برات امن نیست. هی آروم باش مرد. اون همش داره تلاش میکنه بیاد بیرون. دیگه نمیدونم تا کی میتونم جلوشو بگیرم. بچه ها یه نکته، این اونی که میگه هالک درونشو میگه. ببخشید نمیخواستم اینطوری بشه. کی این بلا رو سرت آورد؟ همون جایی که هی میگی برگردم بهش، همون خونه. من دنبال هالکم نه تو. هر جا بدنمون افتاده باشه اونجا میشه قبرستونمون. از خانواده نمیتونی در بری عزیزم، نه تو نه اون رفیقت. بابا اون صدای عجیبه چیه که دارن میخونن؟ اون صدای برادر دیپه، همونی که از دل تاریکی میخونه. اوه لعنتی. آه چه خوب شد واقعا. یه پلیس اومد اینجا خودم حلش میکنم. فکر کردین میتونین امشب همینجا بمونین؟ ببخشید آفیسر، ماشینمون خراب شد. داشتیم میرفتیم شهر بعدی که بارون شدید شد. این مرد پدرت دختر؟ نه ما فقط دوستیم. ببینیم بچه ها، این دورو برا تنها بودن خطر داره. نمیخوایم بذاری من برسونمتون؟ نه مرسی افسر، حالمون خوبه. گفتم که اینجا امن نیست. یه دیوونه چند شب پیش یه رستوران آتیش زد، با خاک یکسان کرد. وظیفه منه که آدمای مشکوک رو ببرم اداره. ولی به نظر من شما دوتا بچه مثبتین. بیاین برسونمتون یه جای امن. خب چطوره؟ بجون بنر بیارش بیرون، یه کاری بکن لعنتی. یه شهر کوچیک و آروم همین نزدیکی هاست. رد کریک، همون جایی که به دنیا اومدم و بزرگ شدم. مردمش خیلی خوبن. و مراسم احیای کلیسای بپتیست رد کریک چیزی نیست که بخواین از دستش بدین. بازم هممون اینجاییم، برادرها و خواهرها، دوباره دور هم توی جمع خودمون. آمین آمین آمین. بالاخره اون روزی رسید که همیشه براش دعا می‌کردیم و سرود می‌خوندیم. روز رستاخیزمون رسیده. خواهرها و برادرها، برادر دیپ دوباره زنده شده به دست یکی از خودشون، کسی به اسم الدس، و ما هم باش برگشتیم تا بهش خدمت کنیم. ولی این روز رستاخیز فقط مال ما نیست، دشمنم توش سهم داره. ازمون خواستن دوباره زمین رو بکنیم تا برادر دیپ رو آزاد کنیم و ببریمش به پادشاهی خودش. برادر دیپ بهم گفته یه تازه وارد پیش ماست. برادر ویلیام، کیا رو آوردی با خودت؟ دوستای تازمون خواهر سیدی بیرون از نور برادر دیپ بزرگ شدن، ولی آدمای خوبی هن. خوبه، عالیه. آوردیشون که بیان عضو جمعمون بشن؟
خواهر اینا رو واسه قربونی آوردم. هی هالک خیلی بهت احتیاج دارم الان. هالک بجم، میخوان دختره رو بکشم. آره